از خوشا به حال شما ای موحدین، ای صادقین، ای کسانی که کفر ورزیدید به طاغوت، ایمان آوردید به الله. پس شما از این عذابهای دردناک نجات یافتید. خوشا به حال شما که در این دنیا مهمترین و بزرگترین چیز را فهمیدید که کفر ورزیدن به طاغوت است، ایمان آوردن به الله است و سبب بزرگترین سبب نجات از دوزخ ابدی و اولین و آخرین سبب نجات از دوزخ ابدی کفر بالطاغوت و ایمان بالله است. دیگر راه وجود ندارد. شما فهمیده ایستادید که الله به شما چقدر نعمت بزرگش را نصیب کرده است. آیا شما تصور کرده میتوانید که این نعمتی که الله به شما داد چقدر بزرگ است، سبب نجات ابدی شما هست؟ اما بعضی ها این نعمت بزرگ الله را که کفر به طاغوت و ایمان به الله است نادیده میگیرند. به آنها رسید به خاطر یک بردنان، به خاطر یک دنیا، به چیزی ناچیز، این بزرگترین نعمت الله را ارزشش را ندانسته ترک کرده ایستاده یا ترک میکنه. اما کسی که واقعیت را میداند از واقعیت باخبر است. بعد از این آیت ها را فهمیدنش، بعد از حالت قیامت و بعد از این حالت دوزخیان را فهمیدنش، قسم به الله، به کفر و به طاغوت محمد نوره الهادي من الظلم. قسم به الله، به کفر و به طاغوت به دندانش چنگ میزند، به دست و پای و دندانش چنگ میزند. هرگز این توحید خودش را، کفر و به طاغوت، ایمان به الله را، یعنی همین توحید را به خطر نمی اندازد. هرگز ذره توحیدش را به خطر نمی اندازد. توحیدش حمایت می کند، زیرا که نجاتش در همین توحید است. اگرچه تمام این دنیا بر علیه او برخیزند، کفر به طاغوتش را اعلان می کند و ثابت می ایستد. زندانی شدن در این دنیا به خاطر توحید، به خاطر کفر به طاغوت، این شکستن نیست، این از دست دادن حیات نیست. ای کسانی که به خاطر توحید زندانی شدید، به خاطر کفر ورزیدن به طاغوت، ایمان آوردن به الله زندانی شدید، خوشا به حال شما که زندان این دنیا، زندان شدن این دنیا، وقتی که قیاس میکنی به زندان قیامت که دوزخ است، زندان این دنیا جنت است. زندان های این دنیا جنت است. برای همین ابن تیمیه رحمه الله گفتند، در این دنیا گفتند جنت است که کسی نداراید بسیار حقیقت ها را نمیفهمد. زندان شدن در این دنیا به خاطر توحید. برای همین است که این علما، شما ببینید هزارها علما در زندان هستند، از آنها طلب کرده می شود که یک کلمه را بگو و بیرون شو. یک کلمه، طاغوت کمتر وصف خوب کن، میلش طاغوت مسلمان نگو، کافر گو، اما همین هم کمتر خوب است گو. یک نیم کلمه از علمای اهل سنت، طاغوت ها نیم کلمه میخواهند، نیم کلمه. علمای اهل سنت به آنها لبیک نمیگن، نیم کلمه رو نمیگن. یکی از شیخ ها محمد الحمید بودند حفظه الله، امروز وجود دارن فک اسره، میگن که به اون دروازه که میخواهید که مرا از زندان بیرون کنید، من بیرون نمیشوم. اون دروازه شما به خودش طلبات دارد که ما به این طلبات شما کفر ورزیدیم، ما در زندان میمیریم، اما به رحمت الله میریم.
اکنون فهمیدید که علما برای چی در زندان بشینند هم آنها خودشان را در جنت حس میکنند؟ برای آن که آنها از قرآن باخبرند، از کلام الله علم دارند، از سنت علم دارند. آنها عذاب دوزخ را میدانند، حالت دوزخیان را آموختند، از قرآن فهمیدند و آنها اینقدر علمشان قوی هست که در زندان این دنیا نشستن برایشان راحتتر و بهتر و افضلتر است از این که ذره به جانب طاغوت برند. اکنون شما فهمیده ای ساده؟ ای موحدین، ای صادقین، ای مسلمین، ای کسانی که کفر ورزیدید به طاغوت، ایمان آوردید به الله، اگرچه تمام دنیای شما از دست شما برود به خاطر کفر به طاغوت و ایمان بالله، اگر به خاطر توحید از همه دور شوید، تنها و غریب باشید، اذیت و آزار کشید، شما خوشحال و خوشنود باشید که این موقتی هست و زودگذرا هست. دوزخیان تمنا و آرزو میکنند که ای کاش به دنیا میرفتیم و زن و فرزند و خانواده و خیش و تبار و تمامی زمین را فدا میکرد. کسانی که این سخنها را شنیده ایستادید، الله به شما از دوزخ خبر داد، از آینده غیب الله خبر داد، خودش از غیب به ما خبر داد که ای موحدین در توحیدتان صادق باشید. به خاطر توحید یک کمی به شما کمبودی و مشقت آمد، داد و واویلا نکنید، از منهج و از توحید عقب نگردید، عقب نشینی نکنید. آیا میدانید که دوزخی ها بعد از به دوزخ رفتن چی کاره میکنن، چی آرزو میکنن؟ میگن که ای کاش در دنیا تمامی بود شده ما را فدا میکرد. ثابت باشید، صادق باشید.